آیا چیزی هست که من هنوز در مورد خودم نمیدونم؟ آیا چیزی هست در مورد اون چیزی که میخوام بهش برسم وجود داشته باشه و من هنوز ندونسته باشم، تو زندگیم انجام نداده باشم؟ بله هست. یه چیزهایی هست برای رسیدن به اون چیزی که میخوای و مطمئن باش خیلی از افراد به اون چیزی که میخوان رسیدن چون اون چیزهایی که تو این دنیا هست رو پیدا کردن و اون چیزی که تو میخوای برای رسیدن به اون چیزی که میخوای دقیقاً همینجاست، تو این چیزی که الان هست، تو همین درون خودت، تو همین لحظه الان خودت. یه دونه رو در نظر بگیر، یه دونه برای رشد خودش همه چیز در اختیار داره. دونه نیاز نیست برای ریشه زدن بره دنبال یه چیز دیگه ای بگرده، از یه جای دیگه ورداره بیاره و ریشه بزنه. یه دونه نیاز نداره برای ساقه زدن بلند شه برای یه جای دیگه یه چیز دیگه پیدا کنه و بیاره ساقه بزنه. هر چیزی که میخواد تو درون خودش هست، حتی تکثیر میوهش و برگهاش هم در درون خودش هست. تو برای چیزی که میخوای باید اینو بدونی، اون چیزی که هست برای تو کافیه. یعنی تو این لحظه اون چیزی که میخوای هست، مثل همون دونه. اما تو باید یه کاری انجام بدی. بله یه عملی باید انجام بدی، ولی اون عملی که میخوای همین الان هم هست، فقط وقفه بینش افتاده. فقط یک عامل بازدارنده در تو هست که مانع از انجام اون عمل شده برای رسیدن به اون چیزی که میخوای و الا همین الان هم هست.